ولی با این قدرت میرفتم. امروز یکی از اون صبحایی بود که آفتاب هنوز کامل بالا نیومده بود، ولی گرماش داشت از گوشه‌های آسمون پخش میشد. ساعت 6:30 صبح، پارک گیلانه رشت. قدم‌هام رو شروع کردم توی یه مسیر طولانی و سرسبز که دو طرفش درخت‌های تازه نفس و گل‌های بهاری چیده شدن. این پارک جدید و تأسیسه و در امتداد بولوار گیلان کشیده شده. یه طرفش بولواره و اون سمت دیگه رودخونه‌ای آروم و دلفریب جاریه. یه پارک باریک و کشیده با مسیر پیاده روی و مسیر دوچرخه سواری که انگار واسه این ساعت‌ها ساخته شده. مخلصیم، درود بر شما. اصلا شما نه چند قدم جلوتر از من یه خانم حدوداً 40 ساله راه میرفت. قد متوسط، موهای فر و روشن، یه استایل ورزشی خاص و جذاب. یه مانتوی استرچ آبی رنگ که انحنای تنش رو به خوبی نشون میداد. یه لگ مشکی جذب، کتونی اسپورت و یه کلاه آفتابگیر توی دستش. با هر قدمی که برمی داشت بدنش موزون حرکت می کرد. انگار یه جور باله صبحگاهی توی مسیر پارک در حال اجرا بود.
اون خانم چند دقیقه جلوتر از من راه میرفت و من ناخودآگاه با قدمهاش هماهنگ شدم. بدنش متناسب و زنونه بود. اندامی ساعت شنی با کمر باریک، پاهای خوش فرم که با هر قدم بیشتر خودش رو نشون میداد. این تصویر نه اغراق بود نه رویا، بلکه واقعیتی زنده توی طلوع خورشید پارک گیلانه. بعد از چند دقیقه دختر دیگه ای وارد قاب من شد. موهای بلند و فرش از پشت کلاهش بیرون زده بود. یه تیشرت خاکستری روشن پوشیده بود با شلوار مشکی جذب. قدمهاش آروم ولی پر از انرژی بود. تقریباً نصف مسیر همراه من بود و قدم زدنش همون حس ظرافت و جذابیتی رو منتقل می‌کرد که انگار یه ترکیب لطیف از ورزش و هنر بود.
در طول مسیر همه جور آدمی دیده میشد. از زوجهای جوان که کنار هم راه میرفتند تا دخترهای جوان با هندزفری و انرژی مثبت. از مردهای مسن با گامهای آهسته تا ورزشکارهایی که میدویدن. چون پارک در منطقه گلسار قرار گرفته، تیپ و استایل افراد خیلی مرتب و مدرن تر از جاهای دیگه بود. لباس ها مرتب، عطرها ملایم و یه حس لاکچری خاص توی فضا موج میزد. ادامه مسیر با سایه درختها ترکیب شده بود. صدای پرنده ها، خشخش برگ ها زیر پا و نسیمی که پوست آدم رو نوازش میداد. صحنه ها یکی یکی تغییر میکردن. یه دوچرخه سوار از کنارم رد شد.
یه دختر با لباس صورتی و هدفون سفیدش داشت با ریتم موسیقی خودش قدم میزد. لبخند کمرنگی روی لبش بود که انگار خودش با خودش قرار گذاشته بود. در طول مسیر نشونه‌های کوچیکی از توجه به زیبایی دیده می‌شد. ولی با این قدرت میرفتم. هیچ کس نیمکت‌های چوبی با طراحی مدرن، سطل‌های زباله رنگی، تابلوهای راهنما و گلدون‌هایی که پر از گل‌های فصلی بودند. پارک گیلانه فقط یه مسیر نیست، یه حسه، یه دعوت به آرامش. بیچارمونه من قبل. در قسمت‌های انتهایی مسیر دوباره همون خانم آبی پوش ظاهر شد. حالا نور خورشید مستقیم‌تر رو بدنش افتاده بود و خط و خطوط اندامش توی آفتاب برق میزد. انگار روز از نو، عشق از نو. قدماش همچنان محکم و منظم بود و من تا پایان مسیر باهاش هم قدم شدم.
قدم ها تموم شد، ولی تصویر اون پیاده روی، اون آدم ها و اون فضا هنوز توی ذهنم زنده است. پارک گیلانه فقط یه پارک نیست، یه صحنه است از زندگی. از صبح زود آدم هایی که میخوان بهتر زندگی کنن و من خوشحال از این که تونستم لحظه هامو با شما شریک بشم. ممنون که همراهم بودید. اینم یه صبح دیگه با Walk with Ferry. تا قدم بعدی دلتون گرم، نفس هاتون عمیق و چشماتون پر از زندگی.